سلام به تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز من غزال نظری در خدمت شما زاندل قرار دارم. خب میبینین که امروز در کجا هستم. خب بعد از وقتا دیگه تصمیم گرفتیم که همراه فامیل بیاییم طرف پارک، به خاطر که هوا هم بسیار خوب بود و باران هم باریده بود، چون در پاکستان پشاور بسیار زیاد با مشکل باران میشه، هوایشان بسیار زیاد گرم است. از این خاطر دیگه امروز تصمیم گرفتیم که بیاییم، به خاطر که رحمت باریده بود. حالی کسای نامش که رحمت است خواد بگم ما در کجا باریدیم. دیگه رحمت خداوند باریده بود، باران شده بود، بارش شده بود. از این خاطر دیگه گفتیم بریم طرف پارک کمک تبدیل هوا شود. در خانه بیشی خسته شدیم و من به شما دوستای عزیز گفته هم بودم که به خاطر که من کمک مریض بودم دیگه دیپریشن این انسان بسیار زیاد خراب میکنه که ما نموت یک تکلیف پیدا کردیم. دیگه یک ساعت در یک وضعیت، یک ساعت در دیگه وضعیت بیخی گد ود است. امیرای ما گم کردیم که چی میگذره چی میشه و خوبه خیر. به هر صورت دیگه امروز خواستیم که بیاییم پارک ببینیم که چی میشه. امی پارک هم دیگه یک لذت خاص داره، مگه ما قدر زیاد علاقمندش نیستم، دوست ندارم، خوش ندارم. من فقط خانه را دوست دارم که در اتاق خود باشم و تنهای خود باشم، خوش دارم. مچم چرا هیا ما تنهای نموت شدیم، تنها مترستم نکو بچیم دیگه، یا شما هم مترستین. بگوین نظریاتتان به ما بگوین که این همه ما خسته و دلگیر از چهار اطراف، از همه چیز خسته و دل سر شدیم. فقط یگانه چیزی که خوشم میاد دوستای عزیز اتاق خوابم، خودم و تاریکی. کی ها است به ما بگوین. و دوستای عزیز باش ما پارک به شما نشان بدم، بیربار هم است و زیادتر کسا امروز پارک به چکر آمده. ببینید اینی هم ببینید دیگه در پختونخوا پارک، فیملی پارک. نو هگوری سمر خیسته ماحول ده، سمر خیسته عرض خیسته دیگه نه. لکه خبری را سرگاوه چه ما نه خبری ایریگی خبرې در سره نو کوم ته چیرته راځي، صرف خپل مینوالو ته ولاکه جوړې موږ ته ویډیو پکې نه جوړې. خا مینوالو دوستای عزیز دیگه جناب میگه تو که پارک میای فقط با دوستایت مثلا ویدیو جور میکنی برای زو میکن تن دیگه، پس دیگه نمیشه که تو با ما ویدیو بگیری. قشاقی ویدیو هست، اینم یک عکس است که بیش عکس بگی ویدیو بگی فلانی کو بستانی کو اینه تو دیگه. اینا جناب کتمه شده میگه که ویدیو بگی باز چی میشی؟ خب انسان است و وقت میگذره پیر میشی یا بدرنگ میشی یا مقبولتر میشی، باز به نواسایت یک خاطره میباشته باشی که نشان میدی این من قسم بودم این حالی که 100 تعریف ما در کلان ما بر ما میکنه که جوانی ما یک قسم بود یقین نمیکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر کدام ثبوت بر ما نداره که نشان بده. خب خیلی که قدر سر خود زحمت میکنه و عکس میگیره ویدیو میگیره سر به خاطر از اینکه به نواسای خود نشان بده، به کنواسه و از اون که پایانش دیگه چیه سر خودتان میفهمین به زو نشان بده. اینه دوستای من سر به خاطر شما زحمت میکشم، جناب که سر به خاطر بچه و اولاد خود به نواسای خود زحمت میکشه. بیاک مبون بازیم یک چند تا ویدیو جور کنم، من یک چند تا ویدیو میگیرم بازی دوستای عزیز. امروز میکاپ ما چقدر مقبول کردیم، ساده ببینید دوستای عزیز میکاپ ساده مرا مقبول میگه. خب هموطن عزیز قسم که یادآوری کردم آمدیم پارک دیگه. جناب ما شوقی عکس زیاد است، ویدیو زیاد است، به خاطر از اینکه داینده به نواسای خود به بچهای خود بارسای خود نشان بده که والا ما انت یک جوانی داشتم. خب خیر به هر صورت دوستای عزیز شما ویدیو قبل ما دیده بودین یک ویدیوی ما که مثلا زیاد ویوز هم آمد سرش و هموطنای ما کامنت هم زیاد مانده بود و برنامه که همراه دنیا جان غزل داشتیم و انشالله یک روز حتما کامنت های شما را به خوانش میگیرم و دانه دانه کامنت خوانی میکنم. و دوستای عزیز آمدم اینجا دیگه پیش مادر جانم ششتیم، میگه میشه یک چند پبوتی که برم یگان چیز خوراک یا کنیم سرش. میگه که ما زیاد سر شما مصرف کردیم، مال دیگه تو باید به من بدی. دیگه میگه بی انصافی نیست دوستای عزیز، میگم پیسه بدی، میگه دارم نمیتم. خب
دیگه بعضی اوقات که اعصابشان خراب باشه میگه 1 روپیه ندارم 1 روپیه ندارم. باز در اصل میفهمی ماشاءالله دیگه نمی بکسیشان بیکشان جیبشان پر پیسه میباشه. خزانه پیسه و دنیا دولت که میباشه در اصل همین مادرها میباشه. باز که کمک طبیعتش صحیح بود مثلا موج صحیح بود میگه که اینقدر دارم است. وقتی که اعصابش خراب بود دیگه باز میگه که من ندارم. خب خیر خداوند قبول کنه. دیگه مادر جانم نماز میخوانه دیگه اینا ببینیم شما رم دعا کنم مرم دعا کنم مرا دعا کنم میگه که دعای شمیز که الهی شوی ببرید. اینمی دعایش هست که ترم خداوند به خانه خودت کنه که بشینه 24 ساعت دعایشان اینمی است از مادرها را نه ظلم است. خب دوستای عزیز دیگه شوخی کردم و نام برنامه هم دیگه بسیار زیاد کامنت دادین شما. انشالله کامنت هایتان دانه دانه به خانش میگیرم و امروز دیگه جای سپنا جانم خالی است. میخواستم که امروز سپنا جانم بیایم رای ما در برنامه باشه مگم بدبختانه متاسفانه که نشد. دیگه مسئولیت سپنا جان زیاد است به خاطر که در سالون مشتری زیاد داشت گفت نمیشه. امروز یک روز حتما دیگه امروز سپنا جان هم میاییم پارک قصه و باز به شما میگیم که چی گپ است. خوب هموطن عزیز آمدم اینجا دیگه با گفته همون نازنین خانم گلپکی بخریم گلپکی بگیریم. کسایی که شوقی علاقمند گلکپی است دیگه اینه بیاین تکشان کنین روانشان کنین که اینه گلکپی. السلام علیکم څنګه رورا دا گلپکی نه رښتیا گلکپی وسودی سمرا 150 دا ډیر ګران نه دی رورا 50 نه راګي زیادی پرشتي ای رورا داغه ما چوخه د خواږه پکې ما چاوه. دوستای عزیز یا قسمی هستن مثلا که دمی تندم می باشه شورم می باشه دی با شیرینی هم اضافه میکنن یک چیز می باشه شیرین می باشه که او اصلا دیگه ما خودم خوش ندارم فامیلم هم خوش ندارم باید سپایسی باشه مکمل تند یا که دانه کسا بسوزانه چک اول چقیم چه آدم خوبه است اینا اول چک ببین که مزه که یو کنه او که مزه او که بیا بوالو که مزه اونو که بیا چوانو خیر دا دو براته بخی بیا good خوریم چاته نو هغه نه خوري کنه زه چې کومه بځې ته رسیږم همین چیز فریت مزه میته دوستای عزیز و وقتی که سرزویا کنیم سر پا میته مو مزه میته خوازو که زیاده میده دانه شو کنید کس برابر مثلا گلگپی پاس ډکی موږ جوړی تا دوستای عزیز نوقت گلگپیش مزه‌دار است. هر ورځ درې پلیټه جوړ کا اسې می غپ لګولا سی جوړه کنه او سپیس جوړه کا شوخه می کړم مګم ګوره مراد دی راته نو کو د کل سګوي چې خیر ایس پیسې مرا کا د سر نه دی قربان د سر رضا ما اپشن در سب شنم را ګورورا سمرا سوګه خیر دی انکل تاسو وای کنه ویلي چې خرچه ونه کیږي دا سوکو ورپی واده خبره نه کوم ورورا د ګلکپی د ګلپکی ګلپکی 150 روپے پاره خو نو زه ته مونږ چې 50 ډالر لاکه کنه نو 50 نه کیږي نو خیر دومره کنجوسي خون نه کوي کنه نو دومره غټ دکان کې په دې 50 تو څه کې وروره پارک تراغلی دا ته مال 350 راکا اتا ګلګپی بازار 350 درک مو ته ګلکپی راکې ولی تړي روخيار نه یو سو پلیټه درې جوړ شي او ورور درې پلیټه ولا جوړ کس پیسې ما گفتم ما هوشیار هستم از مکه نیاز جهات هوشیار هستن دوستای عزیز سلام یکم چطور گدوات شده خب خواستم که کمک آزارشان بتم مگم خوب است شوخی را میفهمن نو انکلو بخی تاسو ما سره گپ لګول چې خفه نشي خفه کیږي خو نه او پښتانه خو ماشاءالله دومره وی خوب است خیر دې سپېسې مراکو ته خو دومره ډیر کنجوسي دوستای عزیز نو زه مالدار یم پرس کې موږ کان لوبي کوي بیا موږ در باندې خوړل نه پرس کې زما پرس کې موږ کان لوبي کوي او ته چې مالدار غړې ته وګوره غړې د 50 روپو ده
میگه وساط سایکو استایل سایکو کنجوسی سایکو. من خوازارشان میتونم دوستای عزیز که چی میگن؟ میگه استایل سایکو، لباس سایکو، ساعت سایکو. 10 ساعت خو ما هغه کې اغستې کباړو کې مې اغست. څو مې اغستې ده؟ داسې یو څومره؟ 50 روپۍ. زه 50 نه بره څه نه اخلم. 100 روپۍ. ها صحیح ده. اینا بالاخره دیگه در جای خود رسیدیم. اونجا یک بالا یک جای بود، اونجا زیاد بیروبار بود دیگه. اینجا در بسته پارک این جایی که ما شدیم بسیار آرام است. دور از دلتان دوستای عزیز یام گلکپه. گلکپه؟ گلکپه. گلکپه. برو همین چیزی که از دیگه گلکپه است یا پانیپوری است، هر چی که از اینی از دوستای عزیز. جایتان خالی. خب هموطنای ناز و نازنینم، قسمی که داوری کردم گفتم که جای شما خالی. خیره ما بخورم به شما میرسه و نگفتن امانه که مزهش وقت خوبش بود. باز جا جور میکنن قدر زیاد مزه نمیتم. اگه این مزهش خیلی خوب است نکنین زای. مزهش وقت خوبشه. باها دوستای عزیز پرسان کردین که دیگه چی دارین؟ گفت چیزی نه به خوراک، فقط این همین گلکپه بود، چپس سیاه بود که من خوش ندارم قدر زیاد چپس سیاه و این همین نوشابه بود و گلکپهش مزه‌دار. جای شما خالی. و دوستای عزیز دیگه ما ایسته ایسته خود تیار کنیم بریم طرف خانه. نه چند بجه شده؟ ناوقت شده. هنوز وقت نیست اینجا. خب وقت‌تر است. 7 بجه شام است. 7 بجه شام دیگه یعنی وقت‌تر است میگی؟ بیزو وقت‌تر است. وقت‌تر است. هنوز وقت نیست اینجا. خب شب روز یکی است. شب روز یکی. دوستای عزیز همین گلکپه را که میخوریم اما یک دان باید داشته باشی. خوب است ماشاءالله دان ما دان تو باز کنیم. اما تو باید قلندری بخوریم. اگر نه تو ناز کرده بخوریم گلکپه مزه نمیده. خب هموطن عزیز این بود ولاگ امروزی که تقدیم شما خوبان کردم. امیدوار هستم که خوش شما آمده باشه و چینل را سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظریاتتان امرای ما شریک بسازید. تا ولاگ بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. هر جایی که هستین خوش و خندان آرام باشین. الله یار و نگهدارتان. دلم میشه برم دونو مترک بشینم. خب باز که برم طفل خونیستی کلان دختر استی انتگه باز اگر نید دلم میشه ببینید دونو مترک بشینم یک چند دقیقه چکر بزنم. ببینید عجی سیب ولی گوری ولی کسی متا یک عجی سیب زیاد سعی میکنه شیخ از شیخ. عجی سیب متا ما کسه. خدا یار نگهدارتون دوستای عزیز. وقت خوش. چینل را سابسکرایب کنین، لایک کنین و که واش تایم پورا شب برنامه را تا آخر ببینین دوستای عزیز.